سلام، امروز میخوایم با هم یه پرونده خیلی تلخ و پیچیده رو بررسی کنیم. قتل ایرینا زاروتسکا، یه پناهجوی جوان اوکراینی تو شارلوت، کرولینای شمالی. بله، یه اتفاق خیلی غم‌انگیز. و چیزی که این بررسی رو یکم متفاوت میکنه اینه که منابعمون خیلی مختلفن. یعنی از ویدیوهای تحلیلی یوتیوب گرفته تا اخبار و حتی صفحه ویکی‌پدیا، هر کدوم یه جور دیگه‌ای به ماجرا نگاه میکنن. دقیقاً. انگار هر منبعی یه تیکه از پازل داره، اونم با یه رنگ و تفسیر متفاوت. هدف ما اینه که با هم این لایه‌ها رو باز کنیم. آره، میخوایم ببینیم اون حقایق اصلی که تقریباً همه قبول دارن چی هستن و بعد بریم سراغ این که این منابع چطور اینا رو تفسیر کردن. و چه نتیجه هایی گرفتن. در واقع قصدمون اینه که به شما کمک کنیم تا یه دید بازتری نسبت به این ماجرای چند وجهی پیدا کنید. البته اینم بگیم که ما فقط داریم اطلاعات و دیدگاه‌های همین منابع رو منتقل می‌کنیم. یعنی اصلا قصد نداریم بگیم کدوم درسته کدوم غلط. کاملاً. فقط ارائه دیدگاه‌ها. خیلی خوب، پس بیایید از خود اتفاق شروع کنیم. قربانی ایرینا زاروتسکا فقط 23 سالش بود. یه پناهجوی اوکراینی که سال 2022 از جنگ فرار کرده بود و اومده بود شارلوت یه زندگی جدید بسازه. آره، و توی پیتزا فروشی به اسم زپدی کار میکرده. اون شبم که این اتفاق افتاد یونیفرم کارش تنیش بود. زمان و مکان حادثه هم مشخصه، 22 اوت 2025 تقریبا ساعت 9:30 شب تو قطار شهری لینکس بلو لاین. کدوم ایستگاه؟ ایستگاه بولوار شرقی غربی ایست وست بولوارد استیشن تو محله ساوت اند شارلوت. و دوربینای مداربسته چی نشون میدن؟ توی بعضی منابع بهشون اشاره شده. آره، تصاویر خیلی تکان دهندن. نشون میده ایرینا وارد قطار میشه، هدفون تو گوششه، داره موبایلش رو نگاه میکنه. بعد میشینه؟ آره میشینه و از قضا درست جلوی مردی که بعداً بهش حمله میکنه. اون مرد یه هودی قرمز تنشه و اولش یکم آشفته به نظر میرسه. بعد چی میشه؟ حدود 4 دقیقه بعد، یعنی بعد از اینکه ایرینا نشسته، اون مرد یهو یه چاقوی جیبی از جیب هودیش در میاره، بلند میشه و از پشت 3 بار به ایرینا ضربه میزنه. یا خدا! گزارش‌ها میگن حداقل یکی از ضربه‌ها به گردن بوده. متاسفانه ایرینا همونجا تو صحنه جونش رو از دست میده. مهاجم چی؟ اون چی کار میکنه؟ اون انگار حین حمله دست خودش هم زخمی میشه و خونریزی داره. یکم تو واگن راه میره، هودیش رو در میاره و بعد از قطار پیاده میشه. بقیه مسافرها چی؟ متوجه شدن؟ اولش انگار نه، یعنی گیج بودن. بعد که لکه های خون رو میبینن یه نفر میره سمت ایرینا که کمک کنه. ولی دیگه دیر شده بود. و هیچ نیروی امنیتی تو اون واگن نبود؟ تو اون واگن خاص نه، ولی گفته شده تو واگن جلویی چند تا افسر حضور داشتن. پلیس هم مهاجم رو یکم بعد روی سکوی همون ایستگاه دستگیر میکنه. خب، حالا برسیم به خود مهاجم. کی بود این آدم؟ اسمش دی کارلوس براون جونیور هستش. 34 یا 35 سالشه و اینجا داستان وارد یه فاز خیلی جدی‌تر میشه وقتی سوابقش رو میبینیم. سوابقش چی بودی؟ منابع میگن خیلی سنگینه. بله، خیلی. از سال 2011 به این طرف حداقل 14 بار بازداشت شده بوده. 14 بار؟ سر چی؟ اتهامات خیلی متنوع و جدی. سرقت، دزدی با سلاح خطرناک، تهدید، آسیب به اموال، ورود غیرقانونی، درگیری خانوادگی، حتی سوء استفاده از تماس با 911 هم تو پروندهش هست. عجب. و این تازه همه ماجرا نیست. سال 2014 به خاطر سرقت مسلحانه 5 سال رفته بوده زندان. سپتامبر 2020 آزاد شده و از اون موقع تا قبل این قتل بازم چند بار دیگه دستگیر شده بود. پس یه مجرم سابقه دار به تمام معنا بوده. دقیقاً. علاوه بر این منابع میگن بی خانمان بوده و مشکلات سلامت روان جدی هم داشته. مشخصاً چی؟ تشخیص اسکیزوفرنی براش داده بودن. و یه مورد خیلی عجیبم هست که تو ژانویه 2025، یعنی فقط چند ماه قبل از قتل، با 911 تماس گرفته بوده. چی گفته بوده؟ ادعای خیلی عجیب و غریب. مثلا میگفته یه ماده دستساز تو بدنش هست که داره کنترلش میکنه. وای، این دیگه خیلی عجیبه. و همین تماس و سابقه بیماری روانی
ما رو میرسونه به یکی از جنجالی ترین قسمت‌های این پرونده که خیلی از منابع روش دست گذاشتن. کدوم قسمت؟ همون ژانویه 2025 که این تماس رو گرفته بود، با وجود این وضعیت و با اینکه وکیل تسخیریش هم گفته بود این آدم صلاحیت روانی واسه محاکمه نداره، یه قاضی به اسم ترزا استوکس خب تصمیم میگیره براون رو بدون وثیقه نقدی آزاد کنه، فقط با یه تعهد کتبی که تو دادگاه حاضر بشه. بدون وثیقه نقدی با اون سابقه و اون وضعیت روانی؟ بله، این سیاست نو کش ویل یا همون آزادی بدون وثیقه نقدی که تو بعضی جاهای اجرا میشه، هدفش اینه که آدمای کم درآمد الکی قبل محاکمه زندان نیافتن، مخصوصا واسه جرمای غیر خشونت‌آمیز. خب این به خودی خود شاید بد نباشه، اما منتقداش میگن این باعث میشه آدمایی که واقعاً خطرناک هستن هم راحت آزاد بشن. و تو مورد براون این تصمیم قاضی استوکس بعداً خیلی خیلی مورد انتقاد قرار گرفت. میدونید؟ معلومه که انتقاد میشه. بعدش چی شد؟ کسی پیگیری نکرد وضعیت روانیشو؟ چرا؟ یه قاضی دیگه، روی وگینز، دستور داده بود که براون تحت ارزیابی قانونی روانی قرار بگیره. ببینن اصلا میتونه محاکمه بشه یا نه. خب نتیجهش چی شد؟ ظاهراً یا این ارزیابی هیچ وقت کامل نشد یا نتیجهش طوری نبود که جلوی آزاد بودنش رو بگیره تا اینکه این فاجعه اتفاق افتاد. یه نکته دیگه هم بود، گفتی بلیت قطار هم نداشته؟ آره، اینم هست. موقع سوار شدن بلیت هم نداشته. الانم اتهامش قتل درجه 1. که خیلی اتهام سنگینیه. بله، معمولاً یعنی قتل عمد با برنامه ریزی قبلی و مجازات سنگینی داره. خب پس تا اینجا سعی کردیم یه تصویر کلی از اتفاق و پیش زمینه‌هاش بدیم بر اساس چیزایی که تو منابع مشترک بود. دقیقاً. حالا میرسیم به بخش جالبتر ماجرا، اینکه گروه‌های مختلف چطوری این اتفاق رو دیدن و تفسیر کردن. آره، اینجا دیگه مسیرها کامل از هم جدا میشه. یه خط فکری خیلی قوی هست که عمدتاً از طرف خب بگیم محافظه‌کار یا متمایل به راست میاد. کیا مثلا؟ منابعی مثل Press for Truth، Alec Lace، یه کانال به اسم Black Conservative Perspective، Lily Goddess و روزنامه‌هایی مثل نیویورک پست. خب اینا چی میگن؟ تمرکزشون رو چیه؟ این گروه تمرکزشون روی چیزیه که بهش میگن ناکامی‌های سیستمی و سیاسی. یعنی انگشت اتهام رو مستقیم میگیرن سمت سیاست‌هایی مثل همون آزادی بدون وثیقه نقدی. و عملکرد سیستم قضایی دیگه، حتما اون قاضی، استوکس. دقیقاً. حرفشون اینه که براون با اون سابقه و اون مشکلات روانی اصلا نباید آزاد میبوده. یا باید زندان میمون یا توی مرکز درمانی روانی. بعضیشون حتی پا رو فراتر گذاشتن، درسته؟ آره، بعضیاشون گفتن اصلا باید اون بیمارستان‌های روانی بزرگ که قبلا تعطیل شدن رو دوباره باز کرد. و تقصیر رو گردن کی میندازن؟ مقامات دموکرات؟ بله، از شهردار شارلوت وی لایلز گرفته تا قاضی و دادستان‌ها. میگن اینا به جای امنیت مردم دنبال یه سری دستور و کارهای بیدار یا ووک اجندا بودن. این اصطلاح ووک اجندا رو زیاد استفاده میکنن. آره، یه اصطلاحیه که منتقدا واسه سیاست‌های چپگرا و تمرکز روی عدالت اجتماعی به کار میبرن. معتقدن این نگاه باعث میشه مشکلات عملی مثل جرم و جنایت نادیده گرفته بشه. بحث امنیت حمل و نقل عمومی هم وسط کشیدن، مگه نه؟ این که بدون بلیط سوار شده بود. درسته. میگن این نشون دهنده ضعف تو اجرای قانونه که خودش به جرم کمک میکنه. البته سیستم حمل و نقل شارلوک کت بعدش گفت که داره رویهاشو بازبینی میکنه. و اون بحث همیشگی، نژاد. بله، اینم خیلی پررنگه تو این تحلیل ها. ادعا میکنن که رسانه های اصلی و دموکراتا این ماجرا رو کم اهمیت جلوه دادن چون مظنون سیاه پوست بوده و قربانی سفید پوست. و مقایسه میکنن که اگه برعکس بود چه قوقایی میشد. دقیقاً. بعضیا مثل همون لیلی گادیس حتی این قتل رو یه اتفاق منفرد نمیبینن. میگن این بخشی از یه روند بزرگتر خشونت علیه سفید پوست هاست. حتی تفسیرهای عجیبتری هم بود، مثل اون قضیه تسخیر شیطانی. آره، اون منبع Press for Truth این بحث رو مطرح کرد که
شاید مشکل براون فقط بیماری روانی نبوده و پای نیروهای ماورایی در میون بوده. مقایسش کرد با پرونده وینسلی تو کانادا. خیلی خوب. این یه طرف ماجرا با این تفاصیل خاص خودش. اما بریم سراغ نگاه کاملا متفاوت. یه مفسر یوتیوب به اسم نفرکاره تی دسالینز. ایشون دیدگاه کاملا متضادی داره. خودش رو منتقد و متمایل به چپ معرفی میکنه. خب حرف اصلی دسالینز چیه؟ حرف اصلیش اینه که چهره‌های سرشناس محافظه‌کار مثل ایلان ماسک، استیون میلر، مت والش و بقیه دارن از این تراژدی انسانی سوء استفاده میکنن. سوء استفاده برای چی؟ برای اهداف سیاسی خودشون و به قول دسالینز برای تحریک احساسات ضد سیاه‌پوستان. چطوری؟ استدلالش چیه؟ استدلالش جالبه. میگه ببینید چطور دی کارلوس براون که همه جا میگن اسکیزوفرنیک و بیمار روانیه، یهو تبدیل میشه به نماد تمام مردان سیاه‌پوست و خطری که از طرفشون جامعه رو تهدید میکنه. ولی وقتی یه سفیدپوست جنایت میکنه؟ دقیقاً. میگه وقتی یه سفیدپوست حتی با مشکلات روانی مشابه جنایت میکنه، اون فقط یه فرد مجرمه، نه نماینده کل نژادش. به این میگه استاندارد دوگانه. و واسه اثبات این ادعا مثالی هم میزنه؟ آره، چند تا پرونده خیلی فجی رو مثال میزنه که قربانی‌ها زن یا کودک سیاه پوست بودن و قاتل‌ها مرد سفید پوست. میگه اون پرونده ها با اینکه خیلی وحشتناک بودن، حتی مواردی مثل تکه تکه کردن بدن قربانی رو هم اسم میبره. وای. ولی هیچ وقت باعث یه خشم سراسری یا پوشش رسانه‌ای در حد پرونده زاروتسکا نشدن. پس نتیجه گیریش اینه که اون ادعای محافظه‌کارا که میگفتن اگه نژادها برعکس بود قوقا میشد؟ میگه این ادعا درست نیست، چون وقتی واقعاً برعکسش اتفاق افتاده خبری از اون قوقا نبوده. پس هدفشون سیاسی و نژادیه، نه عدالت‌خواهی واقعی. یه نکته دیگه هم دسالینز گفته بود در مورد پناهجو بودن ارینا. آره، اونم جالبه. میگه ببینید همین محافظه‌کارا که معمولاً ضد مهاجرت هستن، چطور یهو واسه پناهجوی سفیدپوست اوکراینی اینقدر دل میسوزونن. یعنی میگه این نشون میده مشکلشون خود مهاجرت نیست؟ از نظر دسالینز بله. میگه نشون میده دغدغه‌شون بیشتر نژاد مهاجراها و تغییر ترکیب جمعیتیه. واقعاً دوتا دنیای کاملاً متفاوت این تفاسیر. کاملاً. خب حالا که این دوتا دیدگاه متضاد رو دیدیم، بریم سراغ واکنش‌های رسمی‌تر. شهردار شارلوت وی لایلز چی گفت؟ ایشون یه بیانیه داد و قتل رو بی‌معنا و غم‌انگیز خوند. از مردم خواست به حریم خصوصی خانواده احترام بذارن و از رسانه‌ها هم تشکر کرد که اون ویدیوی دلخراش حمله رو پخش نکردن. اما یه قسمتی از بیانیه‌اش خیلی جنجالی شد، درسته؟ آره، اونجایی که به مشکلات سلامت روان براون اشاره کرد و گفت بیماری روانی مثل هر بیماری دیگریه و باید با شفقت باهاش برخورد کرد. که خب خیلی‌ها رو عصبانی کرد. بله، جمهوری‌خواها و محافظه‌کارا به شدت انتقاد کردند که الان وقت صحبت از شفقت برای قاتل نیست. از نظر اقدامات عملی چی؟ پلیس و سیستم حمل و نقل کاری کردن؟ خب همونطور که گفتیم کاتس سیستم حمل و نقل گفت داره امنیت و بازرسی بلیط رو بازنگری میکنه. پلیس شارلوت مکلنبرگ CMPD هم گفته تحقیقات ادامه داره ولی هنوز هیچ انگیزه‌ای واسه این حمله اعلام نکردن. چون واقعا به نظر بیدلیل و ناگهانی میاد. دقیقاً. دادستان منطقه هم به طور علنی قبول کرده که یه سری شکاف‌ها تو سیستم وجود داره. یعنی تو نحوه رسیدگی به پرونده هایی که هم بحث سلامت روان مطرحه، هم عدالت کیفری. این پرونده احتمالاً این بحثا رو دوباره داغ کرده. 100% بحث این که دادگاه‌ها باید با متهم‌های دارای بیماری روانی جدی چطور برخورد کنن. و این ماجرا فقط تو شارلوت نمون، درسته؟ صداش به جای دیگه هم رسید. اوه بله، خیلی سریع ملی و حتی بین‌المللی شد. آدمای معروفی مثل دونالد ترامپ، شان دافی، حتی ایلان ماسک در موردش حرف زدن و این باعث شد قضیه خیلی سیاسی بشه. رسانه‌های اوکراینی هم حتما پوشش دادن. بله، به خصوص اونجا. وزارت خارجه اوکراین هم گفت که با بازرسای پرونده در تماسه. روی سیاست محلی شارلوت هم تاثیر گذاشت؟ که قطار شهری اثر منفی بذاره. می‌بینید چقدر ابعاد مختلفی پیدا کرده این اتفاق. خب فکر میکنم تونستیم یه مرور کلی داشته باشیم روی این ماجرای واقعاً تلخ و پیچیده. البته باز هم تأکید میکنم فقط بر اساس همین منابعی که شما معرفی کردید.
آره و دیدیم که چطور یه اتفاق واحد میتونه اینقدر متفاوت قاب بندی بشه. از یه طرف روایت ناکامی سیستم، کوتاهی مسئولین، خطرات بعضی سیاست‌ها و از طرف دیگه روایت سوء استفاده سیاسی، نژاد پرستی، استانداردهای دوگانه تو رسانه‌ها و توجه به قربانیان. و ما سعی کردیم هر دو نگاه رو همونطوری که تو منابع بود بدون اینکه خودمون قضاوت کنیم برای شما ترسیم کنیم. هدف این بود که شما با دیدگاه‌های مختلف و استدلال‌های هر طرف آشنا بشید تا بتونید تصویر کاملتری برای خودتون بسازید. امیدوارم مفید بوده باشه. و شاید بشه این بحث رو با یه سوال برای خود شما تموم کنیم تا بیشتر بهش فکر کنین. با توجه به این همه نگاه متضاد به یه اتفاق، به نظر شما چطور میشه هم به خشونت‌های اینجوری یعنی فردی و تصادفی رسیدگی کرد و هم به اون مسائل بزرگتر و سیستماتیک مثل سلامت روان، عدالت کیفری، نقش رسانه‌ها، تعصبات اجتماعی؟ چطور میشه این کارو کرد بدون اینکه توی دام ساده‌سازی‌های خطرناک یا سیاسی کاری بیفتیم؟ و شاید مهمتر از اون این سوال که چطور میتونیم مطمئن بشیم که به همه قربانی‌های خشونت، واقعا همه، فارغ از اینکه کی هستن، از کجا اومدن، نژادشون چیه، شرایطشون چیه، به یه اندازه اهمیت داده میشه؟ و دردشون به یه اندازه شنیده میشه. اینا سوالاییه که جواب ساده‌ای نداره. ولی شاید فکر کردن بهشون خیلی لازم باشه.